توی تخفیف شما میاید خیلی مستقیم برای مشتری تعریف میکنید که مثلا این کالا 20% تخفیف داره، یا اگر 10 کارتون بخری اینقدر تخفیف داره. اما طرح فروش معمولا پیچیدگی‌هاش بالاتر از تخفیفه. تخفیف یه چیز روتین و رایجه که معمولا شرکت‌های پخش اول هر ماه میان یه بخشنامه‌ای تهیه میکنند و تو اون بخشنامه میگن که مثلا ما در قبال محقق شدن این مقدار از فروش میخوایم به شما اینقدر تخفیف بدیم. این یه چیز روتینیه که هر ماه اصطلاحاً بهش میگن بخشنامه تخفیفات، هر ماه نوشته میشه. اما طرح فروش معمولاً همراه با یک سری جوایز، پاداش‌ها و اتفاقات متفاوته و طرح فروش مثل بخشنامه تخفیف روتین نیستش. بخشنامه تخفیف هر ماه تهیه میشه، اما طرح فروش هر ماه تهیه نمیشه. طرح فروش در یه بازه زمانی مشخص و برای یه موضوع مشخص تهیه میشه و لزوما هم طرح فروش شامل تخفیف نیست. یعنی شما مثلا برای ویزیتورها وقتی میای طرح فروش مینویسی، به ویزیتورت چی میگی؟ به ویزیتورت میگی که شما اگر به این مقدار فروش رسیدی من انقدر بهت پاداش ریالی میدم. یا مثلا به مشتری همینطور بهش میگی اگر تو انقدر از من خرید بکنی من میام یه یخچال رایگان تو مغازت نصب میکنم یا یه کامپیوتر رایگان بهت میدم. این در واقع مهمترین تفاوت هستش. ضمن اینکه طرح فروش همونطور که اسمش نشون میده دارای یک تارگت مشخصه. یعنی ما وقتی بخشنامه تخفیف می‌نویسیم تارگت براش، درسته که شرکت‌های پخش کلاً تارگت ماهانه دارن ولی تو بخشنامه تخفیف تارگت ما تعریف نمی‌کنیم. اما تو طرح فروش چون شما می‌خوای محاسبه بکنی هزینه‌های طرح شما چقدر هستش، میای تارگت تعریف می‌کنی و خیلی وقتا تارگتی که تو طرح فروش تعریف میشه از تارگت روتین شرکت پخش بالاتره. یعنی مثلا دارم میگم تارگت روتین شما فرض بکنید ماهی 100 میلیارد فروشه، بعد یه دفعه میای تو 3 ماهه زمستون به تیم فروش میگی که چون الان فصل فروشه من میخوام یه طرح بذارم، اگر تو 3 ماه 500 میلیارد فروش تونستید بزنید من میام این کار رو براتون انجام میدم. مثلا اگه به 500 میلیارد فروش رسیدیم مدیرای رؤسای شعبمون رو میفرستیم سفر دبی. خب یعنی یه چیزای جذابی براشون تعریف میکنیم که آدما برن و به قول معروف بدون برای اینکه اون افزایش فروش محقق بشه. خب بچه‌ها تا اینجا اگه سوالی دارید بفرمایید، اگه نه بریم ادامه بحث رو داشته باشیم. خب موضوع بعدی بحث رانش از طریق قرعه کشی و جشنواره هستش. ببینید من در مورد تخفیف صحبت کردم، در مورد طرح فروشم صحبت کردم. الان میخوام یه چیزی به شما بگم که یه مقداری با اون دوتای قبلی متفاوته. قرعه کشی ها و جشنواره ها. قرعه کشی ها و جشنواره ها از یه جهاتی شباهت هایی با تخفیف و طرح فروش دارن، اما یه تفاوت هایی هم میتونن داشته باشن. قرعه کشی ها و جشنواره های فروش خیلی وقتا به صورت مناسبتی تعریف میشن. مثلا دارم میگم شما ممکنه که یه جشنواره عید تا عید بذارید. فرض بکنید که الان ما همین هفته‌ای که توش هستیم امروز 3 خرداده، 6 خرداد مصادف هست با عید قربان. هفته بعدش 14 خرداد مصادف شده با عید قدیر. حالا بعضی از شرکت ها میان چیکار میکنن؟
جشنواره عید تا عید تعریف میکنن. یعنی میان میگن از 6 خرداد تا 14 خرداد ما یه جشنواره داریم. توی این جشنواره یه سری شرایط رو برای ذی‌نفعان تعریف میکنن. مثلا میگن که ما توی این جشنواره هر مشتری که بالای 20 کارتون خرید کرده باشه وارد قرعه کشی جشنواره ما میشه و ما روز 14 خرداد مراسم قرعه کشی برگزار میکنیم و یه خودرو میخوایم بدیم. حالا در سراسر کشور فرض بکنید من یه شرکت پخش هستم که در سراسر کشور به عنوان مثال دارای مثلا 20,000 تا مشتری هم. حالا تصور کنید که منی که 20,000 تا مشتری دارم از این 20,000 تا 3-4,000 تاشون به قول معروف خرید بالای 20 کارتون انجام میدن. حالا من میخوام یه کاری بکنم که این 3,000 تا برسه به 7,000 تا. میام چیکار میکنم؟ میگم توی جشنواره عید تا عید کسایی که بالای 20 کارتون بخرن قرعه کشی وارد قرعه کشی خودرو میشن و شما میبینید که به عنوان مثال اگر طرح موفق باشه و انگیزشی باشه و به اندازه کافی جذابیت داشته باشه شاید بتونم اون 4,000 تا 4,000 تا مشتری که 20 کارتون میخرن رو برسونمش به مثلا 7,000 تا مشتری بالای 20 کارتون. جشنواره‌ها و قرعه کشی‌ها کارشون این هستش. قبل از که من ادامه بدم بچه‌هایی که ساعت 9 شد، بچه‌هایی که گفتید کلاس دارید و می‌خواید برید مشکلی نیستش، میتونید تشریف ببرید. من تا 9:30 کلاس رو ادامه میدم و فیلم کلاس رو حالا به یه طریقی به دستتون خواهم رسوند. خب تقریبا همه نکاتی که من در مورد تخفیف و طرح‌های فروش به شما گفتم اینجا هم صدق میکنه. باید انگیزشی باشه، بتونه انگیزه کافی ایجاد بکنه. محاسبات سود و زیانی و هزینه فایده باید انجام بدهید شما و بایستی کلا بچه‌ها وقتی میخواید طرح فروش بنویسید یا جشنواره تعریف بکنید سعی کنید شرایط رو طوری تعریف بکنید که اگر اهداف طرح شما به طور کامل محقق نشد یه دفعه زیان سنگینی نکنید. یعنی مثلا دارم میگم فرض بکنید یه شرکتی میاد میگه که من میخوام جشنواره عید تا عید تعریف بکنم و مشتریایی که بالای 20 کارتون خریدن و قرعه کشی کنم، به قید قرعه به 10 تا مشتری میخوام خودرو بدم. 10 تا خودرو 1 میلیاردی میخوام بدم، میشه 10 میلیارد. تو ذهن من اینه که اگر به جای 3,000 نفر 7,000 نفر بالای 20 کارتون بخرن من میتونم 100 میلیارد رشد فروش ایجاد بکنم و بابت 100 میلیارد رشد فروش خب من میتونم مثلا 5 میلیارد سود مجموعه رو اضافه بکنم. پس میارزه که من 10 تا خودرو بدم، 10 تا 1 میلیارد 10 میلیارد. من با یه همچین ذهنیت میرم جشنواره رو اعلام میکنم. بعد چه اتفاقی میفته؟ فرض بکنید به هر دلیلی جشنواره من موفق نشد و باز دوباره همون 3,000 نفر سابق اومدن 20 کارتون خریدن، یا مثلا به جای 3,000 نفر 3,400 نفر، یعنی فقط 400 نفر براشون جذابیت داشت و رفتن بالای 20 کارتون، در حالی که من رو 7,000 نفر حساب کتاب کرده بودم. اتفاقی که میفته چیه؟ من نمیتونم 10 تا خودرو ندم که، باید بدم دیگه. من میرم قرعه کشی میکنم 10 تا خودرو 1 میلیاردی میدم در شرایطی که چی شده؟ من نتونستم به اهداف جشنواره برسم و عملاً یه زیان 10 میلیاردی رو دست مجموعه میذارم. پس وقتی میخواید طرح فروش تعریف بکنید یا جشنواره فروش تعریف بکنید یه شرط و شروطی توش در نظر بگیرید که اگر اهداف طرحتون به طور کامل محقق نشد هزینه های طرحتون یه دفعه سر به آسمون نکشه و شما رو وارد زیان بکنه. من این تجربه رو داشتم من دیدم شرکتی رو که اومد جشنواره تعریف کرد و گفت که ما میخوایم یه تعدادی خود رو قرعه کشی بکنیم، هر مشتری که بتونه به این شرایط برسه وارد قرعه کشی میشه و به صورت گسترده‌ام تبلیغات کرد در تمام کشور که ما یه همچین جشنواره‌ای داریم. اتفاقی که افتاد چیه؟ به اهداف جشنواره نرسید. مثل همین مثالی که من براتون زدم. خب چیکار باید میکرد؟ نمیتونست قرعه کشی نکنه که، به همه خلق الله گفته بود که من میخوام قرعه کشی بکنم و اون کسایی که
رسیده بودن به بالای مثلا فرض کن 20 کارتونه، خیلی هاشون در مراسم قرعه کشی خب قول داده بود که مراسم قرعه کشی برگزار میشه. حالا الان با این تکنولوژی که الان هستش، پخش زنده مراسم در شبکه آپارات هم ما داریم. میتونید از طریق لینک فلان برید مثلا تو آپارات و پخش زنده مراسم قرعه کشی هم تماشا کنید. ضمناً مشتریانی که وی آی پی بودن دعوت میشن حضوراً در هتل فلان، در سالن کنفرانس هتل فلان، در مراسم قرعه کشی به قول معروف حضور پیدا بکنن. خب همه این حرفا رو زدی، همه این وعده وعیدا رو دادی، نمیتونی که قرعه کشی رو برگزار نکنی. و یه تعداد بسیار زیادی خودرو شرکت مجبور شد بین مشتریانش در واقع قرعه کشی کنه و تخصیص بده، در حالی که شرکت به اهداف جشنواره عملاً نرسیده بود. و یه نکته رو هم فراموش نکنید بچه‌ها، شرکت‌های پخش، این جمله‌ای که دارم بهتون میگم از اون فوت‌های کوزه‌گریه که به قول معروف هر جایی نمیتونید گیرش بیارید. بچه‌ها شرکت‌های پخش ذاتاً خیلی شرکت‌های سودسازی نیستن، به خصوص در هلدینگ هایی که هم شرکت پخش وجود داره هم شرکت تولیدی. معمولاً هلدینگ ها تلاش میکنند که سود رو در شرکت های تولیدی شناسایی بکنند. دقت کردید؟ خب تا اینجا اگه سوال دارید بفرمایید. خب بریم سراغ ابزار بعدی، رانش از طریق هدایای بازارداری. خب هدایای بازارداری چیه؟ هدایای بازارداری همونطور که اسمش نشون میده هدایایی هستن که شما به ذی‌نفعان خودتون میدید، به خصوص به مشتریانتون، برای اینکه اونها رو وفادار کنید، برای اینکه از شما خرید بیشتری داشته باشن. معمولا وقتی صحبت از هدایای بازارداری میشود، اولین چیزی که به ذهن همه میرسه همین تقویم و سررسید و ماگ و در واقع این چیزایی هستش که شما میشناسید. و شما اگر نمایشگاه تبلیغات هم تشریف ببرید میبینید که بسیاری از غرفه ها در مورد همین تقویم و سررسید و لیوان و هم چیزایی که تو خودکار و این چیزایی که تو عکس دارید میبینید. نمیگم اینا چیزای بدیه، به هر حال تو خیلی از شرکت ها داشتن تقویم و سررسید و لیوان و خودکار و اینها جزو به قول معروف ضروریات اولیه است و نمیخوام بگم اینا چیزای خوبی نیستش. اما شما برای اینکه بتونید هدایای بازارداری رو از حالت روتین و تکراری و کلیشه‌ای خارج بکنید تا جنبه انگیزشی قضیه رو تقویت کنید، فراموش نکنید بچه‌ها ما داریم در مورد پی پروموشن صحبت میکنیم. تمام این ابزارهایی که ما داریم در موردشون از جلسه قبل تا الان حرف میزنیم همشون زیر مجموعه‌های پی پروموشنن و قراره که باعث ایجاد انگیزه و رشد فروش بشود. برای اینکه هدایای بازارداری جنبه انگیزشی داشته باشد بایستی یک سری ویژگی ها داشته باشه که من الان میخوام این ویژگی ها رو به شما بگم. نکته اول، هدایای بازارداری باید برای مخاطب شما جذابیت کافی داشته باشه. خیلی وقتا شرکت هزینه میکنه، میره مثلا چه میدونم خودکار تهیه میکنه، بعد این خودکار رو میدی به مغازه‌دار خودکار ازت میگیره میذاره اون بغل، پرت میکنه اونجا، حالا هر موقع خواسته یه چیزی بنویسه میره خودکار رو برمی‌داره مینویسه و شأن و منزلتی تو ذهنش نداره. خیلی وقتا ممکنه که این خودکاره یه چیز روتین تکراریه، حتی ممکنه مغازه‌دار رو احساس بکنه که خب این که وظیفته که خب یه خودکار تبلیغاتی هم به ما نمیدادی می‌خواستی چیکار بکنی پس. یعنی خیلی وقتا نگاه مخاطب شما به اون خودکار و تقویم و سررسید خیلی وقتا نگاه مثلا قدرشناسانه، بخواد مثلا اینکه شما توقع داشته باشی تو ذهن تو اینه که من با این گرونی کاغذ و با این گرونی متریال رفتم چه میدونم 10 میلیارد هزینه کردم شب عید خودکار و تقویم سررسید زدم، ولی
خیلی وقتا به اندازه اون 10 میلیارده از شما تشکر نمیکنن. خیلی وقتا به اندازه اون 10 میلیارده انگیزه خرید ایجاد نمیشود در مخاطب شما. اتفاقی که میفته چیه؟ براش انگیزه کافی ایجاد نکرده، جذابیت کافی نداره. پس چیزی رو به عنوان هدیه به مخاطبت بده که براش جذابیت داشته باشه. گاهی اوقات نه تنها جذابیت نداره بلکه به مخاطب بر میخوره. یعنی پیش اومده مثلا چه میدونم دیدید مثلا شب عید شرکت ها یه چیزایی رو به عنوان هدایا میفرستن. بعضی وقتا پیش اومده که مثلا شب عید میبینی یه شرکتی یه چیزی فرستاده، خب برای خود من پیش اومده مثلا یه شرکت شب عید، نمیخوام زحمتش رو نادیده بگیرم تو دلم چه میدونم طرف همون یه دونه خودکارم بده، آدم قدردان باید باشه، نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم یه وقتایی هوشمندی کافی نداره اون شرکت، درک نمیکنه که الان این چیزی که من دارم میفرستم اصلا برای مخاطبم جذابیت داره یا نداره. و طرف ورداشته مثلا برای صاحب سوپرمارکت ایکس که اتکلونش $500 ورداشته مثلا فرض بکن از این عطرای، حالا اسمشو نمیگم، اسم برندشو نمیگم، که از این پک های هدیه عطرای ارزون قیمت مثلا براش فرستاده براش که آقا شما مشتری وی آی پی ما هستی و ما اینو به عنوان هدیه برات فرستادیم. طرف مثلا بهش بر میخوره که تو براش همچین چیزی رو به عنوان مثلا هدیه شب عید براش فرستادی. باید بفهمی که جایگاه مخاطبت کجاست و برای چه مخاطبی داری هدیه میفرستی. و این خیلی مهمه. باید هر وقت میخواید یه هدیه برای یه نفر بفرستید حتما به این موضوع فکر بکنید که جایگاه و شأن اون آدم، منزلت اون آدم کجاه و آیا این هدیه براش، نمیخوام بگم حتما در واقع بحث مادیات و اینها نمیخوام بکنم ولی به هر حال تعارف که نداریم، در مورد بیزینس داریم حرف میزنیم دیگه. بیزینس هم جابجایی پوله و خیلی وقتا مخاطب شما به خصوص اگر هدیه طوری باشه که جنبه مادیش از جنبه معنویش پررنگ‌تر باشه، یا موقع شما چه میدونم برمی‌داری کتاب شاهنامه و مثنوی معنوی شب عید هدیه میفرستی، اونجا ممکنه طرف به جنبه مادی قضیه خیلی فکر نکنه، جنبه معنوی قضیه رو در نظر بگیره. البته در نظر داشته باش که اگر تو خیلی میخوای وارد معنویات بشی، پس فردا به همون صاحب سوپرمارکت اگه بگی از من کالا چرا بیشتر نمیخری، ممکنه که اونم به تو بگه که اینقدر دنبال مادیات نباش، به معنویات فکر کن، به همون 10 کارتونی که همیشه ازت میخرم قانع باش. یعنی ممکنه اونم جواب تو رو با معنویات بده. یعنی به حال تعارف نداریم دیگه، بیزینس از بیزنس. ولی میخوام بهتون بگم به شأن و منزلت طرف مقابلتون فکر کنید. نکته دوم خلاقیته. ببینید خیلی از هدایای بازارداری انقدر تکراری و روتین شده که اصلا مغازه‌دار دیگه به برندش نگاه نمیکنه. مثلا ویزیتور وقتی میره اونجا بهش چه میدونم اون خودکاره رو میده یا اون تقویم سررسید رو میده، اصلا مغازه‌دار انقدر در شب عید برندهای مختلف براش تقویم سررسید فرستادن، نگاه میکنه میبینی رو شلفش یا مثلا صاحب اون داروخونه. حالا من این مغازه‌دار داروخونه مثال میزنم، میخوام تو ذهنتون در واقع موضوع رو ساده بکنم. انقدر شب عید براش تقویم سررسید شرکت‌های مختلف فرستادن که تقویم سررسید تو قاطی 10 تا شرکت دیگه رفته و گوشه مغازه داره خاک میخوره. اون صاحب مغازه هم خیلی وقتا تقویم سررسید تو رو میزش نمیذاره، میده به فامیل، دوست، آشنا، چه میدونم مغازه بغلیش که مثلا مکانیکیه، میاد بهش سر میزنه، مثلا باش سلام علیک میکنه، مثلا میگه آقای فلانی تقویم سررسید لازم نداری من زیاد دارم. خیلی وقتا اصلا خودش هم استفاده نمیکنه، میده به مغازه بغلیش. ولی میخوام بهتون بگم خیلی مهمه که بتونید خلاقیت داشته باشید و حواستون باشه که این خلاقیت برای مخاطب جذاب باشه. مثلا دارم میگم، من یادمه یه زمانی برای یه شرکتی که تولید کننده چای بود، محصول چای تازه وارد سبدش شده بود و برای اولین بار، برندش برند معروفی بود اما برای اولین بار وارد حوزه چای داشت میشد و من یادمه که اون زمان لیوانای حرارتی تازه وارد ایران شده بود و خیلی ها نمیدونستن که لیوان حرارتی چیه. هنوزم که هنوز خیلی ها لیوان حرارتی براشون جذابیت داره
ولی این قضیه مال مثلا خیلی سال پیشه. و این شرکت اومده چیکار کرده بود؟ به تمام مغازه‌دارایی که چای ازش می‌خریدن یه دونه لیوان حرارتی هدیه میداد. حتی مغازه‌هایی که اهمیتشون زیاد بود اما خرید نمی‌کردن هم بهشون لیوان حرارتی میداد. بعد اتفاقی میافتاد چی بود؟ این مغازه‌داره مثلا در خب یه مغازه‌دار از 8 صبح تا 10 شب، بعضیاشون از 7 صبح تا 12 شب پشت دخلن. خب این مغازه‌دار خسته میشه، در طول روز چند بار میخواد چایی بخوره با فلاکسش و اومده بود مثلا لیوان حرارتی با فکر کنم فلاکس چای هم بود، مثلا فلاکس با چیز داده بود، با لیوان داده بود، منتها این لیوان حرارتی بود و این مغازه‌دار وقتی که آبجوش رو میریخت داخل لیوان رنگ لیوان عوض میشد. این لیوان‌های حرارتی هم نمیدونم دیدید یا ندیدید، سیستمش اینطوریه که این عکسی که اینجا هستش مثلا لیوان قرمزه، فرض کنید که این لیوان قرمزی که تو عکس دارید میبینید این ماگ حرارتی باشه. وقتی توش چای میریزی رنگ قرمزش عوض میشه، رنگش سفید میشه و وقتی که سفید میشه لوگو پدیدار میشه. یعنی تا وقتی که قرمزه لوگو معلوم نیست، ولی وقتی توش آب جوش میریزی و گرم میشه رنگ قرمز تبدیل به رنگ سفید میشه و لوگو ظاهر میشه از اون زیر. خب خیلی اتفاق جذابی بود و خیلی سورپرایز بزرگی بود. یعنی مغازه‌دار اصلا توقعشو نداشت، چای میریخت یهو میدید رنگ لیوانه عوض شد و یه جور گیمیفیکیشن داشت. یعنی خیلی وقتا اصلا تبدیل شده بود به یه شوخی برای مغازه‌دارا. مثلا طرف چه میدونم دوستش، رفیقش، مغازه بغلیش یا مثلا مشتری روتینش میومد تو مغازه، بعد شبیه مثلا یه گیمیفیکیشن صداش میزد که بیا اینجا یه چیز باحال بهت نشون بدم، نگاه کن دیوانه ببین چه جوریه، توش چای میریزم رنگش عوض میشه. یعنی خیلی وقتا مغازه‌دارا انقدر براشون هیجان انگیز بود که طرف روز بعضیاشون من یادمه تو اون مقطع بعضیاشون میگفتن که از وقتی شما این فلاکس و ماگو به ما هدیه دادیم ما قبلا اگه روزی 3 بار 4 بار چای میخوردیم الان روزی 10 بار داریم چای میخوریم، چون هی دوست داریم، هی انگار که مثلا مثل یه بازی شده براش، گیمیفیکیشن شده. میخوام میگم حواستون باشه که خلاقیت کافی داشته باشید تا برای مخاطبتون جذابیت و هیجان بتونه ایجاد بکنه. اینو بهش میگم پیر پروموشن، یعنی چیزی که تونسته در واقع هیجان و جذابیت برای مخاطب ایجاد بکنه. خب یه موضوع دیگه هم که میخوام بهتون بگم به عنوان آخرین موضوع، این که هدایای بازارداری باید ترجیحاً ارتباط منطقی با کالای شما داشته باشه. هر چقدر ارتباطش منطقی تر باشه بیشتر در ذهن مخاطب یاد و خاطره برند شما زنده میشه. مثلا دارم میگم اون شرکت تولید کننده چای وقتی اومد فلاکس و ماگ هدیه داد، خب فلاکس و ماگ مکمل چای هستش و خیلی ارتباط منطقی نزدیکی داره. خب یا مثلا من یادمه یه شرکت تولید کننده روغن اومده بود 3 آشپزخونه ویژه خانم‌های خانه‌دار، یعنی از این روپوشایی که موقع آشپزی میپوشن، دستکش آشپزی، روپوش آشپزی و چند تا اقلام دستگیره، مثلا دستگیره برای که قابلمه رو جابجا میکنن، اومده یه ست کامل در واقع این شکلی درست کرده بود و هدیه میداد به مخاطبان خودش. میخوام بگم هر چقدر ارتباط منطقی تری بین کالای شما و هدیه بازارداری وجود داشته باشه مشتری بیشتر یاد شما میفته. اما بعضی از شرکت ها یه اشتباهات فاجعه ای انجام میدن. مثلا من یادمه یه شرکتی شب عید چند سال قبل یه شرکتی شب عید اومده بود به همه مشتریاش آجیل تواضع هدیه داده بود و من وقتی خب از یه جهت میگه خب اوکی شب عیده و حال میخوای کام مخاطبت شیرین بشه، دست شما درد نکنه. اما چیزی که من بهش گفتم وقتی با مدیرشون صحبت میکردم، گفتم تو این هدیه رو در واقع دادی دنبال برندسازی برای خودت بودی یا میخواستی برای آجیل تواضع برندسازی بکنی؟ کدوم برند رو میخواستی پروموت بکنی دقیقاً؟ رفتی مثلا زحمت هم کشیدی بسیار بسیارم خب پک
در واقع هدیه VIP تواضع، خب پک گرون قیمتیه، پک ارزونی نیستش. تو این همه هزینه کردی، پک VIP تواضع رو خریداری کردی، به مخاطبان دادی، اما به نظر من تو بیشتر برند تواضع رو پروموت کردی تو برند خودت رو. پس خیلی مهمه که وقتی میخواید هدیه بدید دقت بکنید که پولتون رو دور نریزید و بیشترین بهره برداری رو بتونید از هزینه‌ای که انجام میدید داشته باشید. خب تا اینجایی که سوالی داره بفرمایید. خب ابزار بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم دامپینگه. دامپینگ حالتیه که شما یک کالا رو در بازار، معمولا دامپینگ رو بیشتر در مورد صادرات استفاده میکنن، اما لزوما در حوزه صادرات نیست، در داخل کشور هم هستش. در حوزه صادرات میگن وقتی که یک کالا در بازار مقصد ارزانتر از بازار مبدأ به فروش برسه، این حالت رو اصطلاحاً بهش میگن دامپینگ، که گاهی اوقات حتی قیمت ارائه شده ممکن از هزینه‌های تولید هم کمتر باشه تا با این کار بتونیم سهم بازار بگیریم، رقبا رو از بازار حذف بکنیم و احتمالاً بعد از اینکه رقبا رو از بازار حذف کردیم قیمت‌ها رو افزایش بدیم و بتونیم زیان دوره قبلی رو جبران بکنیم. موضوعی که وجود داره اینه که تو خیلی از کشورها قوانینی وجود داره که این قوانین جلوگیری میکنه از دامپینگ و در راستای حمایت از تولید داخل هستش و اگر یک کشوری بفهمه که یه شرکتی قصد دامپینگ داره، معمولاً بعضی از کشورها قوانین سفت و سخت دارن، یعنی ممکنه کالای شما رو حتی ضبط بکنه دولت و اجازه فروش دیگه به شما نده. بنابراین اگر خواستید یک کالا رو در یک بازاری با قیمت ارزانتر از قیمت‌های محلی بفروشید، حواستون رو جمع بکنید که گرفتار قوانین ضد دامپینگ تو کشور مقصد نشید. اما اگر موضوعات حقوقی و قانونی دست و پای شما رو نبنده، دامپینگ به عنوان یکی از ابزارهای افزایش فروش در کوتاه مدت محسوب میشه. یعنی شما میتونید دامپ بکنید و کالا رو بریزید تو بازار و به رقیبت آسیب بزنی و رقیبت رو گاهی اوقات از بازار حذف بکنی و بعد از اون دوباره بازار رو در اختیار خودت بگیری. من یادمه یه خاطره در مورد یکی از کشورهای عربی یه دوستی تعریف میکرد، خیلی جالب بود. میگفتش که در فلان کشور عربی، این خاطره واقعیه، میگفت یه بنده خدایی بود تو اون کشور که به عنوان در واقع سلطان یه سری از میوه ها شناخته میشد. مثلا فرض کن، حالا یادم نمیاد چه میوه‌ای بود، موز بود، انبه بود، یادم نمیاد چی بودش. میگفت این به عنوان سلطان فلان میوه شناخته میشد. همه میدونستن که این بزرگترین تامین کننده مثلا فرض کنید موز توی این کشوره. میگفت یه بار یک بنده خدای دیگه‌ای تصمیم گرفته بود که این میوه رو وارد بکنه به اون کشور و رفته بود مثلا چه میدونم بنده خدا با کلی قرض و حالا با یه شرایطی، خب خیلی تاجر کوچکتری بود در مقایسه با اون تاجری که در واقع سلطان میوه بود، تاجر خیلی کوچکتری بود. میگفت رفته بود حالا با هر زحمتی که بود پول رو جور کرده بود و مثلا یه کشتی فرض بکن مثلا موز خریده بود که بیاره. میگفت خبرش به گوش این آقا رسیده بود که بله یه نفر پیدا شده که رفته یه کشتی مثلا خریده و داره میاره و این کشتیه مثلا فرض کن 2 ماه دیگه میرسه به بندر ما. میگفت این آقای سلطان اومد کاری کردش که یه حجم سنگینی میوه در واقع مربوطه رو ریخت تو بازار با قیمت ارزانتر و مناسبتر از همیشه. میگفت طوری شد که زمانی که اون کشتیه اون بنده خدا بعد از 2 ماه رسید به بندر، دیگه هیچ کس حاضر نبود اون انقدر بازار رو پر کرده بود با کالای ارزون قیمت که هیچ کس حاضر نبود در واقع از اون کشتیه خریداری بکنه
و دوچار یه ضرر خیلی وحشتناکی شد و در واقع برای اینکه درس عبرتی بشه که دیگه وارد یه همچین حوزه‌ای نشه. خب حالا اینو خواستم بهتون بگم، به هر حال حرکت‌های این شکلی که ما در بازار اصطلاحاً بهش میگیم دامپ کردن میتونه در واقع اتفاق بیفته، به خصوص اگه شما انقدر برند بزرگی باشی که بتونی خودت به بازار شکل بدی، تعیین کننده قوانین بازار باشی. اما خب بعضی از کشورها حرکت‌های این شکلی ضد قوانین و مقررات هستش، ولی خب به هر حال اینم یه ابزاری بود که می‌خواستم باهاش آشنا بشید. یه ابزار دیگه که قبلا در موردش صحبت کرده بودم پنتریشن بود که چون قبلا در موردش گپ زده بودیم خیلی نمیخوام در واقع زیاد در موردش صحبت کنیم، چون تو پی پرایس مفصل اینا توضیح داده بودم که به زبان خلاصه پنتریشن این هستش که شما در کوتاه مدت یک کالایی رو با قیمت کمتر به بازار میریزی و بازار رو به دست میاری و بعد قیمتت رو بالا میبری. البته پنتریشن همیشه از طریق قیمت نیست. نکته مهمی که میخوام بهتون بگم این هستش که پنتریشن لزوما از طریق قیمت اتفاق نمیفته. گاهی اوقات پنتریشن با افزایش ناگهانی تیم فروش رخ میده. یعنی شما مثلا تا دیروز 20 تا ویزیتور داشتی که این 20 تا ویزیتور هر کدوم روزی مثلا 20 تا مغازه رو بازدید میکردن، روزی 400 تا مغازه رو تو میتونستی بازدید بکنی. اما یه دفعه میای 40 تا ویزیتور جدید استخدام میکنی تا به جای 400 تا مغازه بتونی 1200 تا مغازه رو تو یه روز پوشش بدی و ویزیت بکنی. این کار رو بهش میگم پنتریشن، به خصوص اگر شما یه استراتژی موقتی و کوتاه مدت داری. و گاهی اوقات هم پنتریشن از طریق افزایش ناگهانی ناوگان حمله. مثلا من یه شرکت پخشم که 10 تا ماشین دارم، این ماشینام همه مال خودمه. من با این 10 تا ماشین روزانه به 20 تا مغازه جنس میدم، میشه 200 تا مغازه. حالا فرض بکن من میرم با 30 تا ماشین استیجاری قرارداد میبندم، چون میخوام در کوتاه مدت بازار رو پر بکنم. میرم 30 تا ماشین استیجاری به ناوگانم اضافه میکنم تا بتونم 600 تا مغازه دیگر رو هم پوشش بدم. اینها همه روش‌های پنتریشنه که در کوتاه مدت به صورت موقتی من میخوام در بازار رسوخ بکنم. و در نهایت آخرین ابزاری که میخوام در موردش صحبت بکنم امروز فروش ناگهانی یا ایمپالس پرچیس هستش. همونطور که اسمش نشون میده فروش ناگهانی یا خرید ناگهانی حالتی هستش که مشتری بدون برنامه‌ریزی خرید میکنه. خود شما چقدر تا حالا پیش اومده که وارد یه فروشگاه زنجیره‌ای شدی، چرخ دستی رو برداشتی و همینطور که از وسط راه رد میشدی اقلامی رو خریدی که قبل از ورود به فروشگاه زنجیره‌ای خیلی ها اصلا در سبد خرید شما و در ذهن شما نبوده. یه مقاله‌ای میخوندم در یه فروشگاه زنجیره‌ای مطالعه کرده بودن در خارج از ایران، دیده بودن که گاهی اوقات بیش از 40% خریدایی که مخاطبا انجام داده بودند در فروشگاه زنجیره‌ای خرید ناگهانی بوده، یعنی بدون برنامه‌ریزی قبلی. نکته‌ای که وجود داره چیه؟ شما اگر میخوای مشتری رو وادار بکنی به خرید ناگهانی، مثلا فرض بکن شما میای در داخل فروشگاه هایپر استار شروع میکنی به یک کمپین تبلیغاتی پرقدرت انجام دادن. خیلی از مشتری‌ها قبل از اینکه وارد، یعنی طرف زمانی که ماشینش رو تو پارکینگ هایپر استار داشته پارک میکرده اصلا تو ذهنش نبود که از برند شما خرید بکنه، ولی وقتی سوار آسانسور میشه میاد بالا وارد فروشگاه هایپر استار میشه با تبلیغات شما مواجه میشه. حالا تبلیغات شما میتونه یه ایونت باشه، میتونه سامپلینگ باشه، پروموشن باشه، اقلام پی او اس باشه، پی او اس متریالایی که نصب شده مثل چه میدونم پوستر و دنگلر و وابلر و این داستانا، هر چیزی میتونه باشه. به هر حال مخاطب ناگهان با کمپین شما مواجه میشه و همونجا تصمیم میگیره که محصول شما رو بخره. این در واقع یک نوع خرید ناگهانی هستش. بنابراین یکی دیگه از ابزارهایی که برای افزایش فروش میتونیم در کوتاه مدت روش حساب بکنیم تکنیک‌های وادار کردن مشتری به خرید ناگهانی، مثل کاری که مثلا توی قطارهای مترو انجام میدن. مثلا تو قطار مترو دیدی شما داری از سر کار برمیگردی تو مترو نشستی، بعد یه دفعه میبینی یه نفر داره رد میشه و یه چیزی رو داره داد میزنه و تبلیغ، بعضیاشون هم با روش‌های خلاقانه پرزنت میکنن، محصول خودشون رو معرفی میکنن
و شما اصلا قصد خرید نداشتی ولی ناگهان تصمیم میگیری که اونو بخریش. پس این هم یکی از روش‌های تحریک مشتری به خرید ناگهانی هستش. خب بچه‌ها، ما با 7 تا ابزار برای افزایش فروش در کوتاه مدت آشنا شدیم که همه اینا در راستای پوش استراتژی بودش. همونطور که بهتون گفته بودم امروز حدود ساعت 9:30 میخوام کلاس رو تمومش بکنیم و فیلم کلاس رو در اختیارتون قرار خواهم داد. جلسه آینده امیدوارم که مشکلات فنی که امروز در سامانه‌های دانشگاه به وجود اومد تکرار نشود و ما بتونیم کلاسمون رو سر فرصت طبق برنامه داشته باشیم و موضوع پول استراتژی رو جلسه آینده با هم دیگه استارت بزنیم. اگر در مورد مباحث امروز سوالی هست بفرمایید. متشکرم.